های گایز بچه ها، اگه گفتین لهجه ما کجایی، لهجه چه شهری از ایرانه، یه جایزه خش و خفنی بهتون میدم. خب اینجا الان ما اومدیم ساحل مارینا، دبی مارینا، کشتی های خوشگل، کروز، کروبوتای نیو فیس و جدید، ساختمون های سر به فلک کشیده. ولی بچه یه چی بهتون بگم، مارینا روزش قشنگترن، خیلی باحال ترن، یه حال هوای خاصی داره، او آبی دریا پیداست، یه فضای رومانتیک خاص و خشی داره. شبش هم خیلی خوبن، جذابن، عالیه. ولی ما روز شخصا بیشتر دوست دارم. شما چه؟ شما اگه رفتین و نظری دارین بگین حالا به چه دلیل. من دلیلم بهتون گفتم. بعد الان اینجا هوا گرمه ولی شباش خوبه، شبا یه کمی بهترن ولی روز خیلی گرمه، اصلا بیرون که نمیشه بیای، اصلا نمیشه بیای مگر که کار خیلی مهمی داشته باشی بخوای بیای بیرون، یه سوار تاکسی بشی بری سر اون محل کارت انجام بدی، دوباره سوار تاکسی بشی برگردی خونه یا حالا هتلی که هستی. وگرنه روز خیلی گرمه. شب میشه بیای بیرون تیپ اسپورت بزنی، بیای خود لب ساحل، حالا مارینا، جمیرا، هر جا دوست داری، دبی مال، بری خود بگردی اشغال کنی و لذت ببری. هم میبینی اینجا گیر بستنی خوردن رسن و گیر شون خوردن رسن و دوچرخه سواری و قیمت ها هم اوف واویلا سر به فلک کشیده. ولی دیگه چه بکنیم دیگه، دبی یکی از شهرهایی هستن که حتما برای یک بارم که شده باید بری، یک بارم که شده باید بری، چون که تکنولوژی و مدرنیته توش بیداد میکنه، واقعا عالیه، حرف نداره. و اینجا این نسیم خانه که خشی میاد، دلم می‌خواست بشینم ولی چون داشتم فیلم میگرفتم گفتم فیلمو کامل بکنیم بعد بریم بشینیم یه بستنی سیخامو بخوریم. دیگه بهتون بگم اومدیم یکی از این ساختمانی که اینجا میبینین قیمتا خیلی بالا، اومدیم یکیشو ببینیم میتونیم کرایه بکنیم نمیتونیم. ما اهل لاکچری بازی از این فیس و افاده نیستیم، هر چی هستی رو راست میگیم تا اون بشه بره، چیزی برای پنهون کردن و ریاکاری نداریم. اومدیم یکی از این واحدا دیدیم ولی قیمتا خیلی بالا میگه، یعنی واقعا اگه درآمد دلاری و درهمی نداشته باشی محال بتونی اینجا زندگی بکنی. پایین شهر هم سمت دیره و نمیفهم میدون بنیاس و اونجا هم خوبه، البته دل بازار اونجا نا، کسایی که کار بیزینس میکنن حالا تو هر زمینه اونجا اوکی هن، ولی اونجا سطحش پایینه. اگه اهل لاکچری بازی زیاد هستین به سمت کو خونه بگیرین. دم همه شما گرم، مرسی که تا انتهای ویدیو با ما بودین. گود بای.